چه ایده ای میتونه یک هفته ای کانال رو مانیتایز کنه، یا بهتره بگم تو بعضی از مواقع میتونه 1 میلیون بازدید برای ویدیو لانگ بسازه. این کانال رو در نظر بگیرید، این اولین ویدیوهایی هست که آپلود کرده، همه بازدید کم تا رسیده به ویدیوهای ASMR با AI. ببینید چه ویوهای خفنی گرفته. نگاه کنید، فقط ویوها رو نگاه کنید. من اینجا پاپیولرش بذارم، ببینید 200K 48K کلی ویو باحال و بمب گرفته از این طریق. این کانال نگاه کنید، تقریبا توی یک هفته 900K ویو به دست آورده. خیلی عدد و رقم عجیبیه این مقدار ویو. ببینید اول با چه ویدیوهایی شروع کرده، با ماینکرافت شروع کرده و ویوها همه پایین. کلی ویدیو آپلود کرده تا رسیده به ویدیوهایی که به شکل ASMR کلی براش ویو ساخته. یا این کانال رو نگاه کنید، با 10 تا دونه ویدیو کلا تو همین چند وقت اخیر از 8 روز پیش شروع کرده و الان 100K ویو برای ویدیوهای لانگش گرفته. حالا شاید بگین این ویو برای شورت ها هم هست، اما شورتاش انقدر بازدید نگرفته، بیشتر مربوط میشه به ویدیوهای لانگی که ساخته. یا این کانال نگاه کنید، فقط یه دونه ویدیوی 3 دقیقه‌ای آپلود کرده، 93K ویو گرفته. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این ASMR AI یک ایده جدیدی هست که از الان اگه استارت زدی به درد میخوره، چون الان ترندش کم کم میخوابه، ولی ممکنه دوباره ترندهای جدید به وجود بیاد و شما بتونید کارهای دیگه بکنید، خلاقیت‌های دیگه از خودتون بروز بدین، مثلا خودتون بشین صاحب اون ترند، یعنی اولین کسی باشید که اون ترند رو اجرا کردین. کلاً کانسپت ASMR بازدیدهای زیادی میگیره، ویدیوهایی که صداهای جذاب و بهتره بگیم آرامش دهنده‌ای برای ما دارن و مخاطب رو میخکوب میکنن. مخاطب تایم زیادی میذاره تا اون ویدیوها رو نگاه کنه. قبلا همین ایده بوده، ولی الان که AI داریم یه مزیت خوب برای ما به وجود اومده. 1 اینکه دردسر نداره اجرا کردنش، 2 اینکه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که قبلا نمیشد انجام بدیم. مثلا سیب شیشه‌ای رو چجوری میخواستیم برش بزنیم، الان میتونیم برش بزنیم با AI و خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم که برمیگرده به اینکه ما خلاقیتمون چقدر قویه و هی امتحان کنیم، اجرا کنیم و یاد بگیریم چه چیزی برای مخاطب جذاب تره. اما چجوری انجامش بدیم؟ خوب دقت کنید، ما با استفاده از هوش مصنوعی VOS این کار رو انجام میدیم. حتی اگر آموزش های همون اولین آموزش کانال من در مورد اینه که چه شکلی رایگان جمینای پرو رو فعال کنیم، حتی اگه جمینای پرو رو فعال کرده باشید تو حساب های مختلف، جیمیل های مختلف، باز هم مقدار کردیت هایی که داری محدوده. پس چه بهتر که حرفه‌ای پرامپت بدی و حرفه‌ای خروجی تحویل بگیری. من با کلی سر و کله زدن با در واقع این هوش مصنوعی پرامپت حرفه‌ای نوشتم، داخل کانال تلگرام گذاشتم. میتونید بیاید داخل کانال تلگرام و از اینجا این پرامپت حرفه‌ای رو کپی کنی، بیاریش داخل یه چت باتی که مثلا مثل چت جی پی تی یا حتی خود جمینای پیست کنی و فقط کافیه به جای این آبجکت مورد نظر اون چیزی که میخوای برش داده بشود رو بنویسی. مثلا من اینجا مینویسم توت فرنگی خوش رنگ و جنسش هم بگیم چه جنسی داره، شیشه ای. کافیه اینو بدین به چت جی پی تی تا بقیه این متغیرهایی که داخل این متن هست رو خودش پر کنه. حالا بیاین این متن رو کپی کنید، ببریمش توی فلو چیه؟ همون جایی هست که شما میتونید از VOS گوگل استفاده کنید. توی گوگل کافیه سرچ کنید فلو گوگل یا گوگل فلو، همون اولی رو انتخاب کنید، فلو. بیاین اینجا کرییت ویت فلو رو بزنید. اگر چنین اروری واسهتون اومد، توی کپشن نوشتم چه ویدیویی رو نگاه کنید، توی اون ویدیو کامل توضیح دادم این مشکل رو برطرف کنید. ساین این که کردین، اینجا ساین این باید بکنید. گت استارت رو زدیم، ساین این میکنیم. حالا اینجا نیو پراجکت رو میزنید و از اینجا حتما دقت کنید که حتما VOS مدل فصل رو انتخاب کنید.
مثلا VO2 کلا صدا نداره، بتا آدیو رو میبینید اینجا داره VOS. و حالا چرا VOS کوالیتی رو انتخاب نکنیم؟ چون 100 تا کردیت مصرف میکنه و این مقدار زیادیه، ولی VOS فست هم کیفیت قابل قبولی داره و هم اینکه 20 تا کردیت مصرف میکنه. از اینجا هم اوتپوت ها رو تعدادش رو روی 1 بذارید که بازم صرفه جویی کنیم توی کردیت هایی که داریم. نهایتا تکستی که از چت جی پی تی گرفتیم رو اینجا پیست میکنیم. حدود 1 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه تا ویدیوی ما ساخته بشه. بریم ببینیم چی ساخته واسمون. میتونید این پرامپت رو خودتون گسترش هم بدین، مثلا بگین که 2 تا مثلا برش داده بشه توسط چاقو، یا مثلا تو جزئیاتش تغییر ایجاد کنید و کارهای متفاوتی انجام بدید. ولی تا یک جایش که شما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه آزمون و خطای آنچنانی انجام بدید، این پرامپتی که توی تلگرام گذاشتیم به دردتون میخوره. حتما توی کانال تلگرام عضو بشین چون مطالب مفیدی رو سعی میکنیم بذاریم براتون. و مطلب بعدی این که حتما کپشن رو بخونید چون چند تا لینک مهمم گذاشتیم، مثلا not available country اگه ارور بهت داد اونو بتونی نگاه کنی، اون ویدیویی که گذاشتیم رو بتونی نگاه کنی و مشکلت رو حل کنی. تو کپشن نکات مهم رو مینویسیم، پس اونم از دست نده. اگه به ایده های یوتیوبی علاقه‌مندی و میخوای یه کانالی رو استارت بزنی و حالا مثلا این موضوع خیلی اوکی نبوده واسط، حتما این ویدیو رو نگاه کن چون اینجا ایده ای رو گفتم که نیازی به AI ندارد ولی به شدت ترنده و میتونه برای تو بازدیدهای خوبی رو خلق کنه و در واقع درآمد خوبی برای تو به ارمغان بیاره.